إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ای مؤمنان روی به سوی احد کنید. ای مؤمنان روی به سوی احد کنید. امروز فکر توشه خوابی لحد کنید. فردا مگو پیک اجل می رسد حساب این دم غنیمت است فدای صمد کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خداوند بسیار مهربان و بی‌نهایت بخشنده دعاگو هستم که خداوند گناههای همه ما و شما را مغفرت کند. الله را دعاگو هستم که به توفیقان را توفیق، به انصافان را انصاف، ظالمان را عدل و الله مهربان به رحمها را رحم، به شرمها را حیا الله مهربان نصیبشان گردان. خداوندا گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت کن. خانه های قبرشان خانه های امن و آرام و آسایشته بگردان. الله مهربان دم آخری همه ما را دم راحت بگردان. پیامبر نازنین گفتن من قال آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که در آخران لحظه حیاتش لا اله الا الله گوید جنت می رود. خداوند و دم آخری ما را با این کلمه زیبا بر زبان هامان گفتن الله مهربان نصیب بگردان. مسافرهای ما را خداوند کاراشون را برار بده، برکت بده، کشایش بده. از همه آفت و بلاها و تهمتها و فتنه ها خداوند نگهبانشون و با دستاشون پر و مقصودهاشون حاصل و صحت و سلامت به خاندانشون رسان. ملک ما را الله مهربان همیشه تینج و آرام و الله مهربان جمیع آن بندگانی که همیشه خیرخواه این دولتن، این ملتن، این سرزمینن، برای آبادی این ملک و این ملت سعی میکنن، تلاش میکنن. خداوند جمیعشان را عمر دراز، ایمان کامل و بازم اخلاص و محبتشون به دینت زیاد بگردان. برادران عزیز و گرامی، من الحال یک حدیثی از پیغمبر نازنینمان را میخوانم و معنا میکنم. گویم درس امروزمان معنای یک حدیث پیامبر. این حدیث برادران عزیز خیلی حدیث مهم، بسیار لازم و بسیار سری وقتی و داغ روز و خداوند اهمیت ما را در این حدیثی که الحال میشنویم بیشتر و زیادتر گرداند و بعد شنیدن خداوند دعاگو هستم که توفیقش نصیب ما گرداند. این حدیث برادران عزیز راویش جناب نزلته ابن عبید اسلمی هست، راوی حدیث، و حدیث جناب امام ترمذی اسنادش را حسن و صحیح میگوید. میگوید که پیامبرمان فرمود لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمری فيما افنا و عن علمی فيما فعل فيه و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه و عن جسمه فيما ابلاه. اول چیزی که الله مهربان گفت لا تزول قدم عبدین
حتی یسأله، یعنی روز قیامت الله مهربان از همه ما بندگانش 4 سوال حتما میکند. حالی کسانی که در مکتبه ها وقتی که شما هر کدام ما و شما وقتی مکتب میخواندیم بلیت میدادن برای امتحان که از بین همین سوال ها کدام سوالش که برای شما می آید گفته تیاری تانه ببینید. من یاد دارم از مکتب خانه های خودم تمام بلیت در اونجا زیاده ممکن است 100 بلیت بود، همه اون رو تیار میکردیم، لیکن نمیدانستیم که کدام از بین این یک یا دو سوالش بر ما می آمد، کدامش نمیدانستیم. اینجا عیان است برادران عزیز، اینجا الله مهربان ما را آشکار و واضح میگوید که همین 4 سوال من از تو میپرسم. مادامی که 4 سوال از ما پرسد، آشکار باشد، واضح باشد، این برادران عزیز با جدیتر دنبالش باشیم، با اهمیت باشیم. چقدر در این سوال ها ما و شما جگرها آب کنیم، تیاریش خیلی مستحکم بینیم تا که در اون میدان ما اینا جوابش گفته توانیم. یکم ان عمره فیما افنا، یکم سوالی که دارم همین است، عمری را که من برای تو بخشیدم، همین عمر تو در کدام راه سپری کردی؟ بگذار برادر عزیز ما 60 سال، 70 سال، 50 سال، چنده که الله مقدر که باشد، من عمر دیدم. وقتی اکو میدان دا که راستم کرد، یکم سوال شمین بده، عمر تا در کدام راه فنا کردی؟ چگونه همین عمر سپری کردی؟ این عمر تو در کجا گذشت؟ الله رحمت کنند محمد صاحب ایرانی را، میگو عمر آن کی صرف گردد در حضور ذکر او، حیف عمر در پی این نفس کافر بگذرد. میگو عمر همون عمری که در برابر آنه که من با کاربار زندگی مشغولم، دنبال لقمه حلالم، لیکن بین دست به کارم که باشم دل بیار هستم. عمران که صرف کرده در حضور ذکر او، حیف عمر در پی نفس کافر بگذرد. لیکن آن عمری که همیشه دنبال نفس دوید، فقط خواهشات نفس برآورد، همیشه برای رضاگی نفسش کار کرد، هزار حیف بر این عمر گفتن. از این لحاظ هشدار دادن الله مهربان همین است که وقتی من پرسیدم عمر در کجا سپری کردی، اگر این عمر برادرها در راه نیک، در راه خوب، در راه پاک، در راه رازگی الله، در راه اطاعت و عبادت الله اگر گذشته باشد، من با زبان فصیح الله مهربان یک معلومات میتونم که این عمر من مقصد چگونه سپری شد. زنده هاست الله رحمت کنه جناب صوفی علیه را میگفت عمر اگر نگذرد به حق جویی، شرم نکرده عمر هم گویی. عمر اگر نگذرد در ری مولا، عمر هر گاو و خر از او بالا. عزیزای خدا سخت مانم که بگن همین داروهایی که برادرای عزیز برای منفعت ما بسیار تلخن، لیکن منفعتش چیه که درد دور میکنه. سخنها اگر سخنهای سختم باشد ولی به منفعت ما. تاجیک ما میگفت که دوست میگه شکروار، دشمن میگه تواروار. ببینید، یعنی دوست میگه تواروار، دشمن میگه شکروار. یعنی دوست دایم تواروار میگه، سخت میگه، ولی به فایده است. خلاص یکم سوال برادران ما را از عمرمان میپرسد، عمرتان در کجا صرف شد؟ پس برادران عزیز، این عمر اگر بیهوده و این عمر اگر آلوده به هر یک معصیت کرده باشیم، دیگر از خجالت و از
مثال شرم ما گردن منا برداشته نمیتونیم. سوالی که اگر او جواب کی نداشته باشد، شما میدانید که عاقبتش به چه انجام مییابد. دویم چیزی را که الله از ما سوال میکرده است، ان علمه فیما فعل فی. برادران عزیز، علم بسیار یک نعمت بزرگ است. خداوند همه را علم نمیده. ببینین، همه را علم نمیده، همه را عالم نمیکنه، همه صاحب علم نمیشود. لیکن وقتی الله اگر علم داد، نعمت علم برای تو داد، لیکن از همین نعمت علمش که عمر نعمت های، وقت یعنی همون روزگذرانیات نعمت های، از همون عمرت میپرسه، از علمم که نعمت های میپرسه. مقصد علمی را که من بر تو دادم، تو با این علم چی کردی؟ محمد اقبال لاهوری را خدا رحمت کنه میگفت ترسم از شرم تو در روز شمار، پرسدد آن آب و روی و اعتبار. علم حق از حضرت ما برده ای، پس چرا بر دیگران اسپرده ای؟ من از یک چیز بسیار حیا میکنم، بسیار میترسم. محمد اقبال لاهوری میگه از چی چیز؟ اگر خدا گوید من تو را صاحب علم کردم، تو را در همه جا همچو عالم، داملا، مولوی و دیگر عنوان ها قطعی تو را فیراد میکردن، آیا این علم تو گرفتی؟ آیا با این علم چی کردی؟ یعنی از علم تو کی منفعت برده توانیست؟ یگان حاصل همین علم تو داد یا نداد؟ یا فقط با علمت نیرنگ کردی، حیله کردی؟ یا با علمت برای آبادی دنیات آخرتت هم پرواش نکردی، اهمیت هم ندادی؟ دویم چیزی را که از ما میپرسد این علم. خدای مهربان گفت که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا میگه ای کسانی که ایمان آوردید، چرا آنچه را که میدانید، آنچه را که میگویید ولی خودتان نمیکنید؟ شما دانید که زمان میدانید ولی عمل ندارین، عذاب شما، شکنجه شما در روز قیامت نظر به این نفرهایی که به علمن وزنین تر است، سنگین تر است. دویم نعمتی که از ما میپرسد از علمه. با این علم چی کردی؟ مقصد چی منفعت آوردی؟ آیا از علمت کسی برخوردار شی؟ برای همین 3 نفری را که صدقه جاریه یک تشما عالم است که او علم ینتفع بی، کدام عالمی را که مردم علمش گرفتن و از او یعنی یک بهره‌ور شدن، او عالم در قبرم که باشد ثوابش بر روحش رفته است، برای در اینجا از علم او برخوردار شدن. سبب بهبودی راه راستشان همه عالم کشیدگی است. خداوند گوری را دائم از روشنی و از اجر از ثواب پر نگه می‌دارد. سیوم ان ماله من این اکتسب و فیما انفقه. سیوم از مالدارها، پولدارها، از پولدارها 2 سوال میشید است. این از عمر یک سوال، از عمر میپرسه، از عالم هم یک سوال، از علمش میپرسه، از مالدار 2 سوال. از کجا مال یافتی، در کجا مال صرف کردی؟ هر یک مالداری را اندیشه کنه، منشأ درآمدت از کجاه؟ مأخذ درآمدت از کجاه؟ سرچشمه درآمدت از کجاه؟ و اینی که به دست میاری و این مالت در کجا صرف میکنی؟ 2 سوال، هم سرچشمه مال تا بگو، هم خراجات تا گپ زن، پولا در کجا صرف شد؟ خوش به حال آن کسانی که بگه الله مهربان، آخه درآمد من صافه، درآمد من واضحه، درآمد من آشکاره، درآمد من چیز پوشیده نیست. من ندارم یگان درآمد حرام، من ندارم یگان لقمه شک و شبهه دار،
من مهنت کردم، من زحمت کشیدم، ای راه درست و از راه حق مبلغ به دست آوردم و این را بود در راهی که رضاگی تو بود، در راهی که مقصد اونجا در خوشنودی تو بود، در اون راهی که مقصد همیشه ما را دلالت کرده بودی که در همون راه صرف کن، ما در همونجا صرف که خوش به حال آن کسانی که همین جواب داده میتونن. از این لحاظ برادرایی که خداوند صاحب مبلغتون کرده، وقتی مبلغای حلال در دستون آمد، در صرف کردنش هیچ برادرای عزیز برای خودتون ترس جای نتین. او ترسی که در دل شما پیدا می شود یک جانب شیطانه، می ترسانتون که شما پول صرف نکنین، زیرا که شیطان می داند که در خراجات پول چند قدر اجر، یکم پول برقرار می شود، دویم ثواب صدقه، سوم مغفرت گناه. این سه چیز شیطان می خواهد که ترا محروم کنه. یکی هر کسی را که منشأ درآمدش حرام و پولی مثال میافتگیش هم در راه حرام، یا منشأ یافتگیت حلال صرف در راه حرام، خدای مهربان اکو خودش مغفرت کند، حالی ترا الله مهربان میداند که حالی تو چی است. چهارم چیزی را که الله از ما میپرسیده است، این ان جسمه فیما ابلا، یعنی من برای تو دست دادم، من برای تو چشم دادم، من برای تو بازوی با قوت دادم، من برای تو پایهای استوار دادم، که با این جسمت مقصد تو چی ها را انجام دادی، تو چی کار کردی. خوش به حال آن کسانی که این دست ها برادرها، این چشم ها، این زبان ها، این دهن ها، این گوش ها، این پای ها، اگر در یک کار نادرستی، در یک کار خطای اگر رفتگی نباشند، زیرا این جسم ها هم در روز قیامت برادرای عزیز خداشون گپ میزنن. برای همین 4 سوالی که از ما می شود، یکی از عمرمون میپرسند، یکی برادرها از علممون میپرسند، مالدار 2 سوال از کجا یافتی، در کجا صرف کردی، 4م از جسم هامون، با این دست ها آیا ما مقصد در یگان کاری که اونجا غضبی تای دراز کردیم یا نکردیم، این پایی که جایی که رفتنش اجازت نبود آیا این پای ها رفتن یا نرفتن، این دیده ها آیا آن چیزی را که اجازت نداده بودی نگاه کردنش آیا نگاه کردن یا نه، این زبان باید آن گفتی شیخ سعدی زبان آمدد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس، آیا این زبان مقصد چی ها گفت. خلاص جسمی که اگر انشاءالله با همه حقیقت خوبی اگر آب و تاب یافته باشد هیچ خوفی ندارد. 4م از جسم هامون میپرسد. خدای مهربان توفیق منتید هدایت ممکند که ماها از این 4 سوالی که واضح و آشکار است که این چیزی حقیقت است ما را میپرسند، توفیق منتید خدای مهربان دعا کنیم که آمادگی ببینیم، تیاری ببینیم، زمانی که 1 2 3 4 ما را سوال شدن گیرد ماها هم در بین مثال همون مردم با یک گردن بلند جواب گوییم و در دستکمان همون راه خدنامه داخل شدن جنت بتنه بگه برای جنت که تو مادامی که در دنیا سعی کردی، مهنت کردی، زحمت کشیدی، حاصل شه اینجا دا بگیر. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.